Artlist.io. Artlist.io. They don't have that. 나쁜 Wait, you only have 나쁜 학생. Well, Guys, there is no more in this for color. a teacher like me. Me, guys. Oh, there's no more in this color? No. Should We can change it. Which color do you What color want? do we want? I think so. Can't I get this button? Artlist.io. It's like I'm judging you guys for getting chicken. Oh, it's okay. Music licensing reimagined. Eat. Eat. 아니야. Okay. لات ورد یه مجموعه تفریحیه که 2 بخش داره و وسایل بازی متنوعی داره که هم ترسناکه هم آرامش بخش و دل بخش. هر صف انقدر بلنده که حدود 3 ساعت زمان میبره که سوار یه ماشین بشی. اما اگه بلیت طلایی رو بگیری نیاز نیست. بلیت معمولیش $40 و بلیت طلاییش تقریبا $130. فرم مدرسه هم دل بخواهیه. میتونی بپوشی، میتونی هم نپوشی. البته بهتره که از مغازه‌های بیرون کرایش کنی. خوراکی‌ها قیمتش متفاوته و خیلی هم خوشمزه نیست. Music licensing reimagined. Mine is 1. You said it's alright. I like the waffle. Nine 호두과자, 원 호두과자. Artlist.io. I asked you. I get ahead, 너 스테이지 서브젝 오즈의 마법사? 오즈의 Music licensing reimagined. If we run out of water, you'll know who. Drink 4 cups already. I am feeling more. غذاهایی که عمدتاً اینجوری جلوت سرو میشه توسط خدمات رستوران آماده میشه. اصلا هم که اجازه بهت نمیدن که خودت بپزی، چون میترسن غذا رو بسوزونی. به این جون غذاها هات پات میگن. چیزی که ما سفارش دادیم هات پات گوشته. 넣고 야채랑 고기 드신 다음에 국수는 맨 마지막에. 육수 아마 국수 들어갈 때 육수가 더 추가해야 될 거예요. 육수 들어갈 때 국수 들어갈 때. 육수요? Translate. We should More than I can speak. wait after eating them. Putting what we should do. First wait. After the meat cooks, Yeah. then you add these. Don't add them till after the meat cooks. Because they'll get they'll overcook. We're so needy. So loud.
냉면. 능력 보세요. 어떻게 그런 능력자가 됐지요? 대학생 같이 공부하는. 그러니까 아는데 친구들인데. 근데 공항고등학교에 외국인들도 입학을 할 수 있어요? توی کره جنوبی فستیوال زیاد برگزار میشه. یکی از اوناش هم همین پوکیمون بود. راستش من هیچی ازش نمیدونستم. فقط شبا این پوکیمونا رو بیرون میذاشتن و آهنگ پخش میکردن. توی دریاچه کنار لوتهورد هم یه پوکیمون بزرگ شناور بود. Artlist.io. Why would she not like him? Take advantage of it. I just is with hands. It's a video. As always. اینجا اتاق عکاسی زیاد وجود داره با تمای متفاوت. برای اینکه بتونیم زمان بیشتری با هم ثبت کنیم ازش استفاده میکنیم. من 2 روز دیگه امتحانات پایان ترم این ترممو دارم و از دیروز داشتم درس میخوندم و به این فکر افتادم که بیام یه پس زمینه ای از درس خوندن رو بهتون نشون بدم که استادا چیکار میکنن قبل از امتحانات و در واقع اینکه ریویو داریم که فردا انجامش میدن و یه زندگی دانشجویی توی دوره امتحانات رو بهتون نشون بدم. البته اینکه این دوره و این روزها باعث شد که من بیشتر برم سراغ ژورنالیست کردنم. بنابراین امشب وقتم رو بیشتر گذاشتم برای این نوشتن و ذهنم خالی کردن توی دفتر. یه کار دیگه هم کردم. الان نشونتون میدم. As always اینکه برمه و همه لباسامو شستم و چون جا کم بوده اینجا پهن کردم. هوا هم تاریک، ساعت 10 شبه، اما من خواب ندارم و در واقع الان میخواستم بشینم یکم کتاب بخونم و بعدش هم یکم دیگه دوره بکنم درسامو و فردا روزیه که باید حسابی کار بکنم. بهتون توضیح میدم که امتحانا به چه صورته. اگه بخوام بهتون بگم که امتحانا به چه صورته، امتحانا توی 2 روز گرفته میشه. عمدتاً روز اول در مورد صحبت کردن و اسپیکینگه که شما میرید یه اینترویو دارید و حدود 7 دقیقه تا 10 دقیقه با معلمی که سر کلاس داشتید صحبت میکنید و اون ارزیابی میکنه، مشکلاتتون رو مینویسه، اشتباهاتتون رو مینویسه و امتحان تموم میشه. بعد از اون شما یه وقت دارید که میرید و امتحان بهش میگن ریدینگ. در واقع شما یه متنی رو میخونید و طبق متن جواب میدید سوالاتو که به نظر من خیلی راحته چون من نمره کاملتون گرفتم
اما داشتیم کسایی که مشکل داشتن و به خاطر درک کردن متن و اینکه بتونی قواعد و کلمات درست حسابی از هم دیگه تشخیصش بده یکم سخته. ما الان واقعا نیاز دارم یکم ذهنمو از امتحانات دور کنم و چون به خودم قول داده بودم که مطالعه‌مو بالاتر ببرم و تمام کتاب‌هام توی ایرانه و نتونستم بیارمشون، بنابراین این کتابو دارم شروع می‌کنم بخونم. The Wizard of Oz. به خودم قول داده بودم که کتاب شروع کنم بخونم. خب چه بهتر که کتاب انگلیسی شروع کنم بخونم، اما دلم لهله میزنه برای خوندن کتابای فارسی و برای کتابای مربوط به سایکولوژی و روانشناسی و در واقع کار کردن روی شخصیتم. روش درس خوندن من خیلی فرق میکنه. اولین کاری که من انجام میدم اینه که میام به هر کتابی تمرینای خودشو داره. خب میام میشینم تمریناشو انجام میدم و من با نوشتنه که میتونم یاد بگیرم. یعنی دقیقا میام کپی میکنم همون نوشته ها رو میذارم اینجا، اینجوری میتونم یاد بگیرم. به خاطر همین درس خوندنم برای من خیلی زمان بره، چون اینجوری میتونم یاد بگیرم. سعی کردم که بتونم روش خوندنم رو عوض کنم ولی نمیشه. اینجوری میتونم بخونم، ولی میدونم که خوندن اصلی میشه فردا. البته اینم بگم که فردا قرار برم دنبال کارای سیم کارتم، به خاطر اینکه بالاخره کارت اقامتم رسید و با کارت اقامتم میتونم سیم کارت کره‌ایم رو در واقع رجیستر کنم و ازش استفاده کنم. علاوه بر اون باید برم بانک و حساب بانکی باز کنم که مطمئن نیستم که میتونم یا نه. طرف دانشگاه همون که میریم یه پارک داره، بعد از توی پارک بگذاریم. خیلی صفا داره، خیلی حال میده، ولی از طرفی هم به خودت فوش میدی که چرا داری از این طرف میری، به خاطر اینکه سرپاینی خیلی داره و آدم به نفس میفته. کلا چیزی که من شنیدم و دیدم توی دانشگاه واسه اینه که انگار رو کوهه و تو باید کوهنوردی رو کنی. اینش از همه خسته کننده تره. ساختمونه دانشگاهمونه. اولین روزی که من اومدم انقدر این دانشگاه بزرگی بود که اصلا رفتم طرف غربش، در صورتی که باید میرفتم طرف شرقش و کلا گم شده بودم دیگه. بعد دیگه از یه آقای پرسیدم، ایشون هم مثلا انگلیسیش خوب نبود و حالا به هم یه آدرسی داد و یه تو نقشه نگاه کردم و بالاخره رسیدم. 노라시 전화번호는 2746에 ما بعد بریم برای سیم کارت گرفتن و هنوزم نرفتم کتاب خونه که درس بخونم. بعد از اینکه سیم کارت گرفتم میرم کتاب خونه و درس میگیرم. اول بار توی بانک رفتم که اون بانکه بهم اجازه نداد، به خاطر اینکه گفت تو دانشجویی و ما اینجا برای دانشجوها حساب باز نمی‌کنیم. به خاطر همین اومدم توی بانکی داخل دانشگاهه و این بانک بهم اجازه داد. فقط گفت که امروز ازت امضا رو میگیرن، بعد درخواست بدیم به سفارت ایران که فکر کنم ثابت کنن که من در واقع اینجا سیتیزنم و همه چیزم اوکیه و مدارکم درسته و بعد فردا برم که کارتمو بگیرم. Yeah, get back. You don't want to. ساعت 5 صبح و من ناخودآگاه بیدار شدم. این قیافه منه به خاطر اینکه من سرما خوردم. متاسفانه یکی از دوستام سرماخوردگی داشت
و من از ایشون گرفتم. خب درد گلو هم که دارم، نشونه عفونته. اینجا فکر کنم سومین باره که مریض شدم، ولی این بار دیگه به خاطر این بوده که دوستم سرما خورده و ویروس بوده، به خاطر این نبوده که سردم شده باشه. مثل همیشه قهوه‌مو گرفتم، دارم از یه راه جدید میرم داخل دانشگاه و الان تقریبا ساعت 8:30، هیچکی توی دانشگاه نیست. بعد به همون گفتن که توی آمفی‌تئاتر ساختمون جمع بشیم و طبق ساعتایی که به همون دادن بریم و امتحان اسپیکینگمون رو یا همون حرف زدن رو بدیم. احتمال زیاد الان برم از ایمارت که 24 ساعت است داخل ساختمون یه میوه بگیرم. من تا حالا اینجا رو ندیده بودم. نگاه کن داخل ساختمون رو، تا جایی که بشه نشونتون میدم. محل مطالعه شونه و فکر کنم اون بالا هم کلاساشونه. تا حالا نیومده بودم اینجا. سلام به همگی. من بعد از یه بیماری خیلی سخت که اینجا دارن همه این بیماری رو میگیرن و به نظرم یک ویروسه و داره انتقال پیدا میکنه، اومدم دانشگاه. پریروز امتحانم تموم شد و امتحانم دادم. دیروز نیومدم دانشگاه و واقعا حالم بد بود، خوابیدم و اینا. ولی الان اینجا داخل کلاسم. الان تقریبا ساعت 8:15 به خاطر اینکه حالم داشت از اتاقم به هم میخورد و از اینکه همش خوابیده بودم گفتم سریعتر بیام بیرون و الان حوصله‌ام سر رفته. گفتم براتون ویدیو بگیرم که کلاسا به چه صورته. خب این در کلاسه و شما میبینید تعداد صندلی‌ها تقریبا 12 تا صندلیه که این 12 تا صندلی ممکنه که همون 12 تاش پر بشه و ممکنه که نه، شما کمتر دانش آموز داخل کلاس داشته باشید. از همه مهمتر اینجا براتون اطلاعیه رو میزنند توی کل ترم چه تعطیلاتی داری، چه روزای امتحان میان ترمه، چه روزای امتحان پایان ترم دارید. توی تقویم من براتون مشخص کردم. روی تخته عمدتاً چیز خاصی نمی نویسم و چیزی که قابل استفاده است کامپیوتری که با تلویزیونه. عمدتاً معلما میان یه پاورپوینت آماده میکنن و داخل کامپیوتر به اجراش میذارند و برای دانشجوها توضیح میدن. مهمتر این ویو کلیایه که همون دانشکده زبان کره‌ای داخل دانشگاه یانس است و داخل زمستون اینجا یعنی برف بود و درختها بدون هیچ برگی. فقط طی 1 ماه این سبزی و این برگ ها نشون داده شد و فوق العاده زیباه. قراره که فستیوال برای دانشگاه برگزار بشه، اسمش آکاراکا و آیدلا میان میخونند و کنسرت و از این حرفا و این هم از وسایلی که آماده کردن. و دانشجوهای خود دانشگاه یانس هم نتونستن همشون بلیتشو بگیرن، هم گرونه، همین که خیلی آدما میخوان برن و براشون ثبت نام بشه و قرعه کشی کنن. ما هر هفته 2 بار با یکی از دانشجوهای دانشگاه زبان کره جنوبی که به همون قواعد رو یاد میده قرار میذاریم. خواستم بگم که در آخر نمره کل ترمم 90 از 100 شد که همون A رو گرفتم.